مدیری فیرمای مرغ پروری بدلبویف جلوی نظم آمد مرحمت رئیس ممکن می؟ بیو السلام علیکم چی هستید می رئیس؟ جیسدم گوش کن مدیر لبای برای همین فیرمای مرغات چیزی که طلب کردی من پیدا کردم ها یم گفتی خریده دادم می ها جاو گفتی خریده دادم می ها. گندم گفتی خریده دادم می کنجوره گفتی خریده دادم می رئیس او برای چی تخموی مرغوی فیرمت مایده برای چی یا همه ایمو دیما خودت میخوری می نه رئیس شکر شما با برای چی من یه موی مرغ میخورم نه برادر 2 روز پیش از نویا کمیسیون اومده هایدی کمیسیون تمام مرغخونه ها تفتیش کرده برآمده است میدونم ها او من مرغخانه فیرمه همسایه تخم کرد تخمش کلون 90 دیرم او برای چی مرغ فیرمه تخم میکند تخمش مایده 88 دیرم برای چی رفیق رئیس ما همین مسئله با بعد دینانگی سپوریش شما مرغای همش جمع کرده مجلس گذراندیم مرغا همشون باید گواز گفتن که ما برای 2 درهم شده فیگور همه ویران نمیکنیم گفتن چی؟